من در برابر من، سفری به درون خود، خودآگاهی یا خودشناسی، کدامین مهمتر است؟ این بار با مهارت خودآگاهی از سری مهارت‌های زندگی از نگاه سازمان بهداشت جهانی در خدمت شما هستیم در شعر عیبجوی پروین یا مناظره کلاغ و طاووس. خب چرا خودآگاهی مهمه؟ بسیاری از صاحب نظران عرصه توسعه فردی به این نکته اشاره داشتند به طور توافق جمعی که بدون خودآگاهی نمیشه در مسیر توسعه فردی موفق شد. پس پیش از اینکه از بقیه مهارت‌ها حرفی به میان بیاد و ادامه ارتباط‌های مؤثر رو با هم در اشعار ادبی فارسی بررسی کنیم، تصمیم گرفتیم که مسیر مهارت‌های زندگی رو با گام خودآگاهی آغاز بکنیم و لفظ خودآگاهی رو اونقدری که معناهای متعددی به خود داده یکم بازش بکنیم. یه واقعیتی وجود داره، میگن یه واژه اگر زیاد از حد به خودش معنا اختصاص بده بی معنا میشه. ما هم باید ببینیم خودآگاهی رو داریم کجا بررسی میکنیم. پس هر موقع بحث خودآگاهی شد و این اصطلاح رو شنیدید همونجا متوقف بشید، بپرسید ببخشید منظورتون از خودآگاهی چیست؟ مثلا در بحث امروزمون ما به دنبال مفهوم خودآگاهی در فضای توسعه فردی هستیم. خودآگاهی یعنی تمرکز بر خود، اینکه خود رو در مرکز توجه خود قرار بدیم. این تعریف دوال و ویکلانده که تقریبا همگی یه جورایی با اون موافق هستیم. خب در این فضایی که ما خودمون رو در برابر خودمون قرار میدیم، موضوعاتی که قرار مورد بررسی قرار بدیم، یکی توانایی درک انجام کارها در تونستن یا نتونستن اون کاراست. دومیش شناخت استعدادهای خودمونه و آگاهی از جمعی مهارت‌هامونه. بعدی میگه توانایی تمایز بین جنبه‌های ضعیف و قوی خود رو پیدا کن و آگاهی از مسئولیت‌ها و حقوق اجتماعیت پیدا کن. و در پایان ارزش‌گذاری‌هایی که توی ذهنمون هست رو ببینیم چه شکلیه. میبینم صورتمو تو آینه، با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. شعر پروین رو حمیده براتون میخونه و استاد گرامی دکتر عبدالمحمدی شعر رو برای ما معنی و تفسیر میکنن و صدرا هم تحلیل مهارت‌های اون رو براتون میگه. آینه میگه تو همونی که یه روز میخواستی خورشید و با دست بگیری، ولی امروز شهر شب خونت شده، داری بی صدا تو قلبت میمیری. ما توی این شعر نمیتونیم همه خودآگاهی ها رو برای شما از نظر زمانبندی و حالا ابیات بیان کنیم، ولی خب 5 تایی رو انتخاب کردیم. من همه خودآگاهی رو سری نام ببرم. انواع خودآگاهی: خود فیزیکیه، خود جنسیه، خود اجتماعیه، خود معنویه، خود تاریکه، خود آرمانیه و خود واقعی. زاغی به طرف باغ به طاووس طعنه زد کین مرغ زشت روی چه خودخواه و خودنماست. این خط و خال را نتوان گفت دلکش است،
این زیب و رنگ را نتوان گفت دلرباست. پایش کج است و زشت از آن کج رود به راه، دمش چو دم روبه و رنگش چو کهرباست. نوکش چو نوک بوم سیهکار منحنی است، پشت سرش برآمده و گردنش دوتاست. از فرط عجب و جهل گمان میبرد که اوست تنها پرنده‌ای که در این عرصه و فضاست. این جانور نه لایق باغ است و بوستان، این بی هنر نه در خور این مدحت و ثناست. رسم و رهیش نیست به جز حرص و خودسری، از پا فتاده هوس و کشته هواست. شعر عیبجوی پروین اعتصامی یا همون مناظره بین زاغ و طاووس از زیباترین اشعار پروین اعتصامی است. البته الحق و الانصاف، اشعار پروین اعتصامی در زمینه ادبیات تعلیمی فوق‌العاده دلانگیز و درجیه که و اگر نگوییم که بهترین اشعار در ادبیات تعلیمی است، یکی از بهترین ها هست. کلاغی در کناره باغ به طرف باغ به طاووس طعنه زد. خیلی جالب هم به کار میبره. خود پروین هم اول تکلیفمو روشن میکنه. این کلاغه داره طعنه میزنه، مشخصی که شخصیت منفی ما اینجا کلاغه که این مرغ زشت روی چه خودخواه و خودنماست و به حال طاووس که در ادبیات ما مظهر زیبایی است رو زشت خو میدونه، خودنما میدونه، زشت رو میدونه، خط و خالش رو میگه اصلا دلکشم نیست، زیباییش رو میگه اصلا دلربا هم نیست. یه عیبی داره طاووس که این درسته، این عیب درستیه که در ادامه شعر هم خود طاووس قبول میکنه و اون این که طاووس پاهای زشتی داره. این حرف درستیه، این در واقعیت هم همینطوره، طاووس پاهای زشتی داره. اما این کلاغ ما یه عیب رو میگیره، یه 10 تا عیب دیگه هم روش میذاره و تحویلش میده و همه زیبایی های طاووس رو مطلقاً نفی میکنه. میگه پاش کج زشته، به خاطر این کج راه میره. دومش هم که اصلا مثل دوم روباهه. حالا دوم روباه خیلی هم قشنگ نیست، ارزشمنده برای اون دوستانی که به حال دنبال کارهای دیگه ان، اما دوم زیبایی نیست. رنگش هم مثل کهرباست. کهربا هم زرد و قرمز و سفید و تو این فضاها بیشتر زرد مثلا. میگه رنگش هم که رنگ زرده. رنگ زرد تو ادبیات ما خب یه جمع منفی هم داره، گرچه جمع مثبتی هم داره در ادبیات عرفانی و غنایی ما، اما معمولا زردرویی و اینها پریشانی و بیماری و اینهاست. نوکش هم که کجه مثل بوم سیهکار. خب جغد در ادبیات ما خیلی معنی منفی داره. جغد نماد شومیه. حالا تفنی هم کاری نکرده ولی به هر حال در ادبیات ما نماد شومی شده. میگه نوکش هم که مثل نوک به هر حال اون بوم میمونه، جغد میمونه. پشت سرش هم که بلند شده، گردنش هم که 2 تاه. هر آنچه عیب ندارد طاووس بر طاووس مینهد، ولی از یک عیبی استفاده میکند که دارد، اونم که پاهاش زشته. شروع میکنه درباره خصلت‌های طاووس حرف زدن. از فرط عجب و جهل گمان میبرد که اوست تنها پرنده‌ای که در این عرصه و فضاست. انقدر عجب داره. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی غرور. جهل داره، نادانه، هم مغرور هم نادانه. فکر میکنه تنها پرنده این دنیا خود اوست. این جانور نه لایق باغ است و بوستان، اصلا این شایسته باغ و بوستان نیست. اصلا این طاووس ما که همه او رو میستایند لیاقت مدحت و ثنا رو نداره، یعنی لیاقت ستایش رو نداره. مدحت همون ثنا و ستایشه. راه و رسمش هم فقط حرص و خودسریه. آدم حریصیه، خودسره، خودخواهه و خودرأیه و خیلی هم اهل هوسه و هوا و هوسه. بی ربط هم نیست. البته ما میدونیم به حال باز شدن اون پرهای زیبای طاووس با هوا و هوس و تمایلش به جفت و اینها ارتباط داره، یعنی بیهوده نمیگوید، اما واقعا عیب‌هایی بر او میگذارد که شایسته او نیست. همه اونها رو ندارد، یه دونه عیب داره و او به 1000 عیب تبدیلش میکند. تا ببینیم طاووس چه میگوید. آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم،
از خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم. تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی. آنچه که در این 7 بیتی که خوانده شد و استاد عزیزم علیرضا عبدالمحمدی تفسیر کرد، من خود تاریک و خود آرمانی میبینم. یه دور تعریفشون بکنیم. خود تاریک یعنی بخشی از وجود و جنبه‌های خاصی که از خودمون یه جورایی در برگیرنده است ولی اسرارمون محسوب میشه، و خود آرمانی همون چیزیه که هر شخصی در زندگی آرزو داره باشه و احساس میکنه که باید بشه. کلاغ قصه ما هر عیبی که داره از طاووس میگیره همون چیزیه که خودش داره و در خود تاریکش داره و داره یه جورای شریک جرم پیدا میکنه، بگه بابا تو هم همینا رو داری، همین عیبا رو داری، ولی بالا انگار شانست مثلا یه جوری بوده، اتفاق قضا و قدری بوده، یه چیزی بوده که مردم تو رو دارن ستایش میکنن و تو لایقش نیستی. در واقع هم خود تاریک کلاغ اینجا داره یه جورایی نمایان میشه با ایراد گرفتنها و عیبجویی کردنهاش، هم آرزو و خود آرمانیشه که جایگاه طاووس رو براش آرزوست، دوست داره که این اتفاقهایی که الان داره برای طاووس میفته برای اون بیفته. خود آرمانی کلاغه ولی هیچ کدومو نمیشناسه که اگه میشناخت درگیر این مشاجره با طاووس نمیشد و خودش رو در شعر پروین بی‌آبرو نمیکرد. طاووس خنده کرد که رأی تو باطل است، هرگز نگفته است بداندیش حرف راست. مردم همیشه نقش خوش ما ستوده اند، هرگز دلیل را نتوان گفت ادعاست. بدگویی تو این همه از فرط بددلی است، از قلب پاک نیت آلوده بر نخواست. ما عیب خود هنر نشمردیم هیچگاه، در عیب خویش ننگرد آن کس که خود ستاست. گاه خرام و جلوه به نزهتگه چمن، چشمم ز راه شرم و تأسف به سوی پاست. طاووس خندید، یه ریشخندی نیشخندی به او زد که آقا این چه حرفی میزنی، این نظر تو غلطه، تو چون بداندیشی حرف درست نمیزنی، حتی وقتی میخوای قضاوت کنی قضاوتت غلطه، همه دارن منو میستایند، این ادعا نیست، این واقعیته، تو خودت میدانی و میبینی. علت بدگویی تو به خاطر اینکه بددلی، یعنی از سر این نیستش که بیای یک حرفی بزنی، یک انتقادی کنی، یک اصلاحی انجام بدی، تو بددلی، تو انتقامجویی، تو عیبجویی، همونجور که اسم این شعر عیبجوست و این عیبجو خود کلاغه. اگر قلب پاکی داشتی نیتت هیچ موقع آلوده نبود، اما نیت تو الان آلوده است. ولی جالب اینجاست که با این که نیت تو آلوده است اما یه حرف خوب توش در آوردم. من عیب خودم و هنر نمیدونم، من یه چیزی رو قبول دارم، پاهام زشته، پاهای من زشته و من این رو قبول دارم. هر موقعم که دارم حرکتی میکنم، خرام همون خرامیدنه، یعنی با اشوه راه رفتن، با ناز راه رفتن، هر موقع که من دارم به حال میخرامم و حرکتی میکنم و جلوه میکنم و زیبایی های خودم رو نشون میدم به نزهتگه چمن. نزهتگه یعنی تفرجگاه، گردشگاه. چشمم ز راه شرم و تأسف به سوی پاست، همیشه پامو نگاه میکنم، شرمنده ام و تأسف میخورم از این عیبی که دارم. با این که تو عیب جوییت از سر صداقت نیست، از سر نیت آلوده است، از سر بددلیه، از سر بداندیشی، از سر بدخواهیه، از سر کینه و انتقامه، اما من از داخل حرف تو یه نکته رو قبول دارم، پاهای من زشته و من خودم به این واقفم و تأسف میخورم و شرمنده این هستم. در ادامه داستان میبینیم اتفاقا طاووس قصه ما به خود واقعیش آگاهه. خود واقعی چیه؟ این که خود واقعی به ما میگه همون چیزی که هستی باش، نقاط مثبت و منفی در کنار هم باش، و این باشه یعنی این که قبولش کن. طاووس پذیرفته که پاهاش زشته، فیزیکش رو، ظاهرش رو به طور واقعی قبول کرده.
بنابراین اصلا گلایه‌ای ازش نداره، میگه آقا این که زیباییمه، اینم زشتیمه. اون چیزی که باعث شده مردم به من توجه کنند زیبایی هامه. حالا به هر شکلی در ادامه خواهیم گفت چرا، ولی جایگاه خود واقعی کاملا در نگاه طاووس ملموسه. تمام اون واقعیتی که خودش و دیگران از طاووس بودنش دارند براش ملموسه دیگه. چیز عیان و پنهانی در نظر خودش براش وجود نداره، یه چیز واقعی وجود داره، اون هم طاووس قصه ماست. ما جز نصیب خیش نخوردیم، لیک زاغ دزدی کند به هر گذر و باز ناشتاست. در من چه عیب دیده کسی غیر پای زشت؟ نقص و خرابی و کژی دیگرم کجاست؟ پیرایه‌ای به عمد نبستم به بال و پر، آرایش وجود من ای دوست بی ریاست. ما بهر زیب و رنگ نکردیم گفتگو، چیزی نخواستیم فلک داد آنچه خواست. طاووس در ادامه میگه که ببین من از دسترنج خودم میخورم، اما تویی که انقدر از من عیب جویی میکنی تو خود دزد نیستی. همچی بی ربط هم نمیگه. کلاغ تو ادبیات ما خیلی مواقع به این صفت دزدی منسوب میشه. ظاهرا هم یه کارایی کرده که در ادبیات ما اینگونه شناخته شده. تو میری دزدی میکنی اما بازم سیر نمیشی، به قول خودمون سیرمونی نداری. اما من دسترنج خودمو میخورم. پس تو فکر نکن که اومدی از من انتقاد کردی، انتقادی بیجا هم کردی، اغلبش بیجا بود و خودت هیچ عیبی نداری، به عیبهای خودت آگاه نیستی تو انگارا. من یه دونه عیب دارم، اونم پای زشتمه، اما نقص دیگه ای ندارم. اگه نقص دیگه ای دارم بگو کجاست، چیزایی که گفتی که غلط بود. نکته دیگه این که من اصلا این پیرایه‌ای به پیرایه یعنی زیور و زینت، من که به خودم زیور و زینتی نبستم. هر زیبایی در من میبینی بیریاست، یعنی خودمم، چیزی نیستم که نباشم و نشان بدهم هستم. یکی از زیباترین خصلت‌هایی که انسان میتونه بیریا بودن باشه. استاد مبارزه با ریاکاری در ادبیات فارسی حافظه که خیلی جالبه. خیلی از طنزهایی که پروین اعتصامی داره ما رو به یاد طنز حافظی میندازه و بارها و بارها و بارها حافظ به چنین نکته اشاره کرده که ریاکاری از بدترین کارهاست. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته شما در طلب عیش مدام است. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. بسیار است، یعنی واقعا صدها بیت میشه در شعر حافظ پیدا کرد که به این نکته اشاره میکند که آقا ریاکاری از بدترین و از رذایل درجه یک انسانی است، پسترین اخلاق‌هایی که انسان میتونه باشه. و البته وقتی در دوره حافظ نگاه میکنیم علتش رو میفهمیم، به خاطر اون حاکمان و اینها بوده است. میگه من ولی این زیبایی هام که واقعی خدا داده، من چیزی اضافه نکردم، مثلا نخواستم، به من دادن. ما بهر زیب و رنگ نکردیم گفتگو، ما تقاضایی نداشتیم، ما نرفتیم میگیم آقا تو رو خدا ما رو زیبا بیافرینید، اینو با ما اضافه کنید. چیزی نخواستیم، فلک دادان چه خواست. اینا همه خدا داده، اینا همه سرنوشته، این تقدیر بوده. من اینجوری بودم، اصلا برای چی از من عیب میگیری؟ حتی همون پای زشت من که من قبول دارم زشته، از تقدیر بوده. زیبایی هم از تقدیر بوده. و اما سراغ خود فیزیکی بریم. به تصویری گفته میشه که افراد از ظاهر فیزیکی خودشون دارن. همونطور که تو خود واقعی گفتم، واقف کاملا طاووس به تمام رنگ و آب و ظاهرش، از زیباییش تا تنها زشتیش که پاهاشه. وقتی شما خود واقعی و خود فیزیکیت رو میشناسی، من اجازه دادم که این چند بیت بگذره و با همین دوتا رو ترکیب کنم، یک عزت نفسی پیدا میکنی و یک توانمندی پیدا میکنی که میتوانی بعدها در ایجاد ارتباط هم از اون استفاده کنی.
واقف بودن بر خود واقعی و خود فیزیکی هم شما رو انتقاد پذیر میکنه، هم در این حال عزت نفس و اعتماد به نفس شما رو بالا نگه میداره. یعنی کسی اگر بجا و به موقع از شما نقد کنه میپذیری و اگر کسی ایراد بیجا به شما بگیره شما در مقابلش میستی. این آورده خود واقعی و خود فیزیکی شما هستش. کاراگهی که آب و گل ما به هم سرشت، بر من فزود آنچه که از خلقت تو کاست. در هر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هست، مرغی کلاغ لاشخور و دیگری هماست. 100 سال گر به دجله بشویند زاغ را، چون بنگری همان سیه زشت بینواست. هرگز پر تو را چو پر من نمی کنند، مرغی که چون منش پر زیباست مبتلاست. آزادی تو را نگرفت از تو هیچ کس، ما را همیشه دیده صیاد در قفاست. در این قسمت اولا که طاووس میگه که به حال خلقت من همینه. در ادامه اون بیت قبلی میگه گل آب و گل ما رو اینگونه سرشتن. خب میدونیم این بحث آب و گل اشاره به اون خلقت انسان داشته که از آب و گل خلق شده. آب و گل ما رو اینگونه سرشتند، یعنی من اینجوری خلق شدم. یک طعنه‌ای هم حالا طاووس میزنه، یک نیشی هم طاووس میزنه بر زاغ که آقا هر چقدر که تو رو زشت خلق کردن منو زیبا خلق کردن، هر چه از تو کاستن بر من افزودن. یعنی به حال اینجا همچین طاووس تو سری خورم نیست. و بعد میگه آقا باز یک طعنه شدیدتری میزنه، میگه همه جا خوب داره، بد داره، زشت داره، زیبا داره. خب تا اینجا بله یک واقعیته، اما میگه یه مرغ داریم کلاغ لاشخوره، خب داره طعنه میزنه به همین زاغ. یه مرغ هم داریم هماست. هما در ادبیات ما نماد سعادته. در به هر حال فرهنگ ما هما رو اینجوری میگفتند که وقتی میخواستن یک جایی یا والی یا حاکم محلی انتخاب کنن، همه جمع میشدن در یک میدانی، هما رو به پرواز در می آوردن. این هما بر شانه هر کسی می نشست، اون میشون حاکم، والی، پادشاه. و نماد سعادت بود دیگه. میگن همای سعادت بر دوش من نشست. و البته ما پرنده‌ای به نام هما اینجوری که اینها میگن ظاهرا نداریم، اما پرنده شبیه او داریم که حالا در بحث ما نیست توضیح او. باز طعنه دیگری میزند در بیت بعدی که شاید دیگه خیلی دیگه رکیک میشه داستان و میگه 100 بار تو رو تو آب دجله بشوین. خب دجله اون رود دجله منظورشونه. 100 بار تو اگه بری خودتو بشوری بازم همون سیاه زشت بینوایی. و خب به هر حال این حرفی که طاووس داره میزنه قابل توجیه نیست. این هم همانقدر که انتقادهای کلاغ زشت بود، اینجا انتقاد طاووس هم از کلاغ زشته. اینکه یک نفر سیاه باشد خب چه ایرادی وارد است؟ خود کلاغ هم میتونه همون استدلال ها رو بکنه، بگه خب منم همینجوری خلق شدم، منم اینجوری خلق کردن. شما همون استدلالی که خودت میکنی برای زیبایی خودت، ضد اون استدلالت انتقادی بر کلاغ میکنی. گرچه در این شعر پروین اعتصامی کلاغ عنصر منفی، شخصیت منفی ماست و طاووس شخصیت مثبت ماست، اما باز هم ما میتوانیم بریم در دل شعر و ببینیم که در بعضی از ابیات طاووس حرفهایی میزنه که از منطق و اخلاق خارج. خصوصا این بیت به نظرم بیتی است که از نظر اخلاقی حرف بسیار غلطی که تو همون سیاه زشت بینوا هستی. حالا بینوا بودنشو میتونه توجیه کنه که حالا چه است، ولی اون سیاه زشت. اما یه نکته میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. تو اینجا تو این 2-3 تا بیت ما بهها گفتیم که حرف طاووس خیلی حرف خوبی هم نیست، اما 2 تا بیت داره که خیلی قشنگه. میگه ولی ای کلاغ، ای زاغی که من به تو گفتم زش، خیلی هم ناراحت نباش. خوشگلی و زیبایی من جز دردسر چیزی هم برای من نداشته. من از تو سوال میکنم کلاغ، پر تو رو میاد کسی بکنه؟ نه، اما پر منو همیان میکنه. تو رو میگیرن بندازن تو قفسی جایی نمیدونم باغ وحشی فلانی که مردم میان، نه، اما صیاد همیشه دنبال منه، در قفای منه، یعنی به دنبال منه. قفا پشت سر دیگه، یعنی به دنبال منه.
پس تو خیلی هم ناراحت نباش، این زیبایی من که تازه من که خودم هم نخواسته بودم و خداداد بود و فلان و اینها، کلی هم برای من دردسر داشت. زیبایی دردسر آفرین است. خیلی حرف غلطی هم نیست. یعنی ما یه ذره فکر کنیم می‌بینیم که زیبایی عموماً دردسرهایی هم دارد. گناه تو خوشگلیته، خوشگلی درد سر داره، پیر و جوون خورد و کنون عشق تو زیر سر داره، هزار هزار کشته داری، هزار هزار تا بیقرار. فرمانده سپهر چو حکمی نوشت و داد، کس دم نمیزند که صواب است یا خطاست. ما را برای مشورت اینجا نخواندند، از ما و فکر ما فلک پیر را غناست. احمق کتاب دید و گمان کرد عالم است، خودبین به کشتی آمد و پنداشت ناخداست. ما زشت نیستیم، تو صاحب نظر نیی، این خردگیری از نظر کوته شماست. یکی از معروفترین ابیات این شعر پروین اعتصامی همین بیت فرمانده سپهره. کاملا در این بیت تسلیم دیده میشه، تسلیم در مقابل قضا و قدر و سرنوشت. میگه اگه حکمی نوشته شده دیگه شما نباید اعتراض کنی، باید بپذیرید این رو که حالا این درسته یا غلطه نداره، چون و چرا نداره. اون حکمی که نوشته شد دیگه نوشته شد و البته خب قابل حرفه، قابل نقده، قابل تحلیله که این تفکر در کجا درست میتونه باشه، در کجا درست نمیتونه باشه. بیت بعدی هم باز در تأیید بیت قبلیه، میگه ما رو که واسه مشورت اینجا نخواندند، از ما مشورت نخواستند، از ما در خلقتمون، در خصوصیاتمون کسی مشورت نخواسته و روزگار از فکر و از خود ما مستغنیه، بی نیازه. ببینید میگه از ما و فکر ما فلک پیر را غناست. غنا یعنی بی نیازی، بی نیاز، یعنی اینی که ما تأثیری بتونیم بذاریم در کار سرنوشت، در کار روزگار، در کار فرمانده سپهر، به هر حال چنین چیزی نیست و در اختیار ما نیست. این حرف مقداریش درسته، مقداریش غلطه، همه ما میدونیم. خیلی بخوام امروزیشو بگم، ما در قسمت ژنتیکمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب ما اینجوری بودیم، اینجوری به دنیا آمدیم با این ژنتیک. خب تا این واسه این مورد درسته، اما اینکه تغییر رفتار بتونیم بدیم و چه کارهای دیگری بتونیم بکنیم، خودمون رو به حال عیب هامون رو بشناسیم و تغییر بدیم، خب نه، در اینجا اون صادق نیست. بیت خیلی قشنگی داره، میگه احمق کتاب دید و گمان کرد عالم است. اینی که شما کتاب ببینی، این مفهومش این نیستش که کتاب خوانی و کتاب دانی و دانشمندی. یک آیه‌ای در قرآن داریم میگه که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل خری که شما بر او کتاب رو بار کرده باشی. آیا این خر به حال دانشمند است؟ خیر. اینی که ما بو کنیم یک چیز و از کنار یک چیز بگذریم و فکر کنیم که جزء شدیم. خیلی از ما کتابخونه هایی داریم در خونه هامون که فقط از نظر زیبایی ظاهری اونجا هستن، ما ارتباطی با مطالب اون نداریم. پس اینی که یک نفر یک عمق بسیار بسیار ناچیزی از یک چیز رو بداند، این معنیش این نیستش که مسلطه. خودبین به کشتی آمد و پنداش ناخداست. بچه‌ها ما اگه سوار کشتی بشیم ناخدا شدیم، اگه سوار هواپیما بشیم یعنی خلبان هواپیماییم؟ نه. این بیت به ما میگه که اگر میخواهیم به اون درجه والا برسیم بسیار باید تلاش کرد، بسیار باید وارد شد و کوته نظری نباید کردیم. اما باز هم برمیگرده به اون انتقادی که زاغ از طاووس کرد و باز هم طعنه ای میزند این بار طاووس به زاغ. میگه ما زشت نیستیم، تو صاحب نظر نیی، تو صاحب نظر نیی، این خردگیری از نظر کوته شماست. اینی که تو من زشت میبینی نشون میده که کوته بینی، صاحب نظر نیستی. اگر این مفهوم رو در ادبیات عرفانی و عاشقانه بخوایم دنبالش بگردیم بسیار زیاده. تو ادبیات عاشقانه ما خب میدونیم که لیلی خیلی زیبا نبود و همه انتقاد میکردن به
مجنون که آقا این چیه، تو چرا عاشق این شدی؟ حتی پادشاه لیلی رو یه بار دعوت کرد، گفتش که این کسی که مجنون عاشق شده تویی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت لیلی را خلیفه کان تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی. پریشان و قوی یعنی پریشان و گمراه، قوی با قین یعنی گمراه. کان تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی، تو که اصلا زیبا نیستی. لیلی بهش چی گفت؟ لیلی گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی، تو که از نگاه مجنون به من نگاه نمی کنی. اون نگاهی که منو زیبا میبینه، تو نگاهت ایراد داره. گر هنری داری و 70 عیب، دوست نبیند مگر آن یک هنر. یعنی نحوه نگرش تأثیر گذاره. بکوش ناتانائیل، بکوش عظمت در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن مینگری. به قول سهراب سپهری میگه چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید. این نحوه نگرش رو اینجا در این بیت پروین اعتصامی به زیبایی میگوید که شما اگر کسی رو زشت میبینید، شاید نگاه شما زشت بین است و آگاهانه نیست و کوته نظرانه هست. خب آنچه که عیان میشه در پایان داستان، رو به اواخر داستان داریم میبینیم، خود اجتماعی طاووس از جایگاهش در پیشگاه مردم هم خبر داره. تعریف خود اجتماعی چی میگه؟ میگه به تصوری که هر شخصی از جایگاه اجتماعیش داره گفته میشه و کاملا طاووس میدونه چه جایگاهی در اجتماع داره، مردم چطوری قضاوتش میکنن، به چه شکلی قراره در واقع توی اجتماع ظاهر بشه، اصلا چرا در اجتماع ظاهر شده، چرا در نظر مردمان این نظرها در موردش داده شده. دلیل اینکه زیباست اصلا دلیلیه که اون رو در قفس میندازه، دلیل اینکه این پرها رو باز میکنه دلیلیه که در قفس میفته. یه چیز جالب راجع به طاووس، یه تجربه شخصی. معمولا وقتی شما به باغ وحش میری یا به باغ پرندگان میخوای طاووس ببینی، میگن که میخواین مثلا کمال زیباییش رو ببینید، شروع کنین تشویق کردنش، دست بزنید. باز من احساس میکنم این هم یکی از صفات ژنتیکیه که در طاووس اون از جایگاه خودش خبر داره. بدون تشویق این پرها رو باز نمیکنه و جالب این که وقتی نگاهش به پاش میفته یا شما اگه پاشو نگاه کنی، سریع پراشو میبنده، شرمسار میشه. یعنی اطلاع کامل از وجود خودش. حالا میخوایم از جنبه‌های منفی هم به داستان نگاه کنیم. آن چیزی که کلاغ نمیدانست، یعنی کلاغ اگر اینجا خودآگاه بود وارد مشاجره نمیشد، عیب‌هایی که وجود نداشت رو نمیشمرد و 100% اگر هم قرار بود نقدی بکنه صرفاً به پای طاووس میکرد که واقعیتیه که وجود داره. حالا وقتی کلاغ ما ناخودآگاهه، یعنی خودآگاه نیست، چه اتفاقی میفته؟ آن جوابهای دندان شکن که اتفاقا ما خیلی باش موافق نیستیم. اینجا میخوام یه کمکی بگیرم از استاد عزیزم. آقا این حجم از طعنه طاووس حق نبود به کلاغ، مثل اونجایی که میگه که 100 بار تو رو بشورن تو آب دجله سفید نمیشی. خب اصلا کلاغ قرار نیست سفید باشه، اما چون نسبت به خودش آگاه نبوده و جای تاریکی از وجودش رو نمیشناخته که اون تشویق رو دوست داره، اون توجه رو دوست داره، جایگاه رو دوست داره، طاووس اینجا زد با چند تا بیت کلا نابودش کرد. آره صدرای عزیز، ببین هم توی تحلیل شعرم گفتم طاووس خیلی خوب داشت پیش میرفت، اما بعضی جاها خودش شد یک زاغ دیگری. یعنی در دفاع از خودش خیلی خوب داشت پیش میرفت که آقا من میپذیرم این تیکه‌ای که اشکاله خب اشکاله، اونجایی که نیست. اما بعضی جاها دیگه این که بیای بگی آقا میتونه بگه که خلقت مختلفه، به حال یکی کلاغه یکی هماه، اما وقتی میگه مرغی کلاغ لاشخور، یعنی یک صفتی اضافه میکند که این صفت طبق استدلال‌های خود طاووس این حرف غلطیه و اون اینجوری خلق شده. یا جایی بهش بگه که آقا تو همون سیاه زشتی، همون که شما الان گفتید که به هر حال آگاهی از ظاهر یا همچین مواردی ما داریم، درسته، اما اصلا فرض کنیم که طاووس سیاهه، من سیاهم، آگاهی هم دارم، اصلا مگه اساسا این بد است؟ مگه در کانسپت بدها قرار میگیرد چنین چیزی؟ یعنی یک جاهایی از داستان ما، یک جاهایی از تحلیل های ما میبینیم که گاهی اوقات آدم که به حال استدلالی میکند
حرف‌های ضد همون استدلال خودش داره میزنه و حرف‌های غلطیه. ما هیچ چیزی بالاتر از حقیقت نداریم در تحلیل شعر. با تمام ارادتی که اینجا در این شعر ما به طاووس داریم، پروین اعتصامی عزیز به طاووس داشته و ادبیات ما به طاووس داره، اما گاهی اوقات این طاووس ما همون زاغ داستان ماست که کلامش قابل احترام نیست، خصوصا اونجایی که یک میگوید کلاغ لاشخور، اونجایی که میگوید سیاه زشت. یعنی اینها به هر حال خودش به نوعی زاغگونه حرف زدن است. یه رندی جالبی من اینجا از طاووس باز میبینم که محصول خودآگاه بودنشه. میخوام ببینم درست برداشت میکنیم از ادبیاتمون. اینجایی که میاد میگه که مرغی کلاغ لاشخور و دیگری هماست، میدونی دیگری رو خودش نمیگه چون میدونه یه دونه ایراد داره، یه دونه ایراده رو نمیخواد، ولی خب هما در واقع یک اسطوره بی عیب در ذهن و اذهانه. اینجا به نظرم رندی جالبی میکنه، قیاس رو میذاره با هما که بی عیبه و اینجوری جواب کلام. بله کاملا تحلیل و برداشت شما درسته. یعنی هما پرنده سعادت و دیگه کسی از او ایرادی نمیگیره در اشعار ما، در ادبیات ما ایرادی ندارد ظاهرا، اما همین که کلاغ رو در مقابل هما قرار میداد، همین به حال مقایسه اون تحقیر وجود داشت. کما این که حالا یک صفت لاشخور هم بر این کلاغ بیفزاید و که ما میدونیم دیگه لاشخور دیگه خیلی معنی منفی در ادبیات ما داره برخلاف هما. یعنی عملا بین لاشخور و هما داره مقایسه میکنه، کلاغی که همون لاشخوره و با هما. حرف درستی است و ما باید از زاغ بودن بپرهیزیم، اما گرفتار چنین استدلال‌های طاووسگونه‌ای هم نشویم. طاووس را چه جرم اگر زاغ زشت روست، این رمزها به دفتر مستوفی قضاست. این بیت تیری میزند دیگه، تیر خلاصی میزند طاووس به زاغ. میگه آقا اصلا یه سوالی، اینی که تو زشتی مگه تقصیر منه؟ من چیکار کنم تو زشتی؟ تو زشتی من زیبام، اومدی از سر حسادت و 1000 تا مرض اخلاقی داری از من انتقاد میکنی، انتقادهای نابجا میکنی، اکثرش نابجا. تقصیر من نیست، تقصیر من نیست. اینا همه از قضا و قدره. این رمزها به دفتر مستوفی قضا. مستوفی کسی بوده که حساب کتابا رو مینوشته، به حال مشکلات و خوبی‌ها و جرم و جنا، حالا هر چیزی، حساب کتاب دفتری حتی دربار پادشاهان. مستوفی قضاست. قضا و قدر رو به یک مستوفی، کسی که حساب و کتاب و اینا رو برها می‌نویسه، تشبیه کرده. میگه آقا اینا همه از قضا و قدر اومده، اصلا من مقصر نیستم. این مفهوم تأثیر قضا و قدر در این شعر بسیار بسیار زیاده. اگر این رو در زمینه زیبایی و زشتی ظاهری افراد بگیریم، حرف درستیه. ما میگوید که ما حق نداریم دیگران رو قضاوت کنیم به طور کلی، خصوصا اگه بخوام رو این شعر بگم در مواردی که در اختیار خودشون نبوده، قیافه افراد که در اختیار خودشون نبود. طاووس را چه جرم اگر زاغ زشت روست، این رمزها به دفتر مستوفی قضاست. ممنونم که همراه ما بودید. تشکر ویژه‌ای دارم از استاد علیرضا عبدالمحمدی عزیز که با تحلیل‌های قشنگ ادبیات در واقع این شعر ما رو همراهی کردن و تشکر میکنم از خوانش بسیار زیبای همکارم خانم حمیده. ممنون از شما که پادکست خودتون، پادکست تیتاک رو شنیدید. حامی پادکست تیتاک مؤسسه فرهنگی هنری ترنج خورشیده که با یه رویکرد جدید و نوعی از فعالیت‌های هنری و
ادبی و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی حمایت میکنه. ممنونم که با معرفی ما به دوستانتون در رسیدن به هدف مؤسسه فرهنگی هنری تورنج خورشید ما رو یاری میکنید.